آدم‌ها اینجا بارون دیدگی نیستن بگریزن اینجا قرون باشن او بشن عریق ندارن یکم نمو نشاتی بارون گرفتگی نیستن همین دبی خودش 1.5 میلیون اهالی داره دبی 1.5 میلیون اهالی داره نه یه چیز دیگه آیا تو نبریم که 15 میلیون کارگر داره 15 میلیون دیگه دولت ها میدن تاجیکستان هندوستان افغانستان قزاقستان کلی حالا برادرای عزیز در دبی هم بارون باریدین آدم‌ها اینجا بارون دیدگی نیستن بگریزن اینجا قرون باشن او بشن بوار که راحت کنین جان ایدا حلاوت کنین نه جورا دیگه پی دیگه آدم‌ها بگریزن یا تماما راستی شیر گرفتگی نیستن دیدی عریق ندارن یکم نمو راستی بارون گرفتگی نیستن یا بارون ببره تمام دیگه نرو تیو میمونن ماشین شون داره او میدرویا این کار ببره نه ترسانم خیلی کی حلقه کفان داره کار برونده مقصد دیگه پون برای چه که اقلیم علی شیدگی اقلیم علی شیده است که کان تلویزیون رو دم میشنویم علی شیدنی اقلیم برای همین قد این خمون وقتی پیش که برف میبره دوزی کم اشکر ناو کم شیده است برای همین خوازی اقلیم که علی شیده است ایجادم بارون باریده این خونه خود برف باریده که بارون باریده که ایجادم همین دبی‌دم بارون باریده است خیر خدا خودش هم از طبیعت درست خداوند در خداوند چیزی که خواست حل میشه رفتن میگیم با چیز دیدیم با بنوار میگیریم روش دیگه هم آجان خیلی پوری دیگه رفتن نمیتونیم میریم آدم ها روی بازار هم اینجا پس این اگر خط برام ببور ایجاد خیلی شیده میشه ممکنه بچه ها؟ بارون نیست کرد مردم رنگ مورو ملاق برون بدست این آدمو منطقه دیگه شستی دوستان عزیز اینجا همین هوا بباره تمام هم پروبکا میشن ماشین پروبکا میشن نیستن تمام مثلا این طرف و طرف پاک اینجا پروبکا میشه و بعد برادرای عزیز اینجا همین جای دوخیا همین بگم این قاگ آدمایی چی همین اکای فوزیل هم همش میشناسن اکای فوزیل هم میشناسن دوخی فروش ها اینا که پیش اکای فوزیل داریم میدونم اکا با چیسته دوخی زنده و سربلند خانواد باشید آنا دوستان عزیز یک چیز دیگر من مشاهده کرده شما دا میگم اینا دهره دا منظور داره همین دبی خودش 1.5 میلیون اهالی داره دبی 1.5 میلیون اهالی داره نه یه چیز دیگر آیا تو نبریم که 15 میلیون کارگر داره 15 میلیون دیگه دولت ها میدن تاجیکستان هندوستان افغانستان قزاقستان کلیستان دیگه دولت ها 15 میلیون آدمی که بورید میشه و توریست و همش 15 میلیون میشه انا که شما بفهمید بگین که 1.5 میلیون اهالی داشته باشه این 15 میلیون توریست و کارگر و همخاله بدرویا نشه سر یه عرب ده 14 تا کارگر یک تا عرب 14 تا کارگر در دلش کار کردن انا برادرو انا یارو خیلی خدا داده بیاد زنده باشه خداوند هممون رو بتیا اینا ماشیندم اینا چی گفتگیم الوعده بودن چه خبره که نه شنیدم من شما دا میگم سربلند خانواده نمیدونم چه خیلی فهمیدین شما نفهمیدین چه فکر کنید میفهمید